سلام سلام كمسك الختام. دعای پیش از طعام و بعد آن. به نام آنی که جان آفرید. در این نوار خواستیم درباره آداب‌های طعام خوردن و دعاهای پیش از طعام و بعد آن را به شما پیشکش کنیم. الله سبحانه و تعالی در این دنیا به ما نعمت‌های بسیار داده است و یکی از این نعمت‌ها این طعام‌های گوناگون می باشد که خداوند بر ما عطا کرده است. هر یک طعام لذت خاص خود را دارد و به هر یک مسلمان لازم است که آداب طعام خوردن و دعاهای پیش از آن و بعد از آن را بداند. پیش از طعام خوردن ما باید دستهای خود را بشوییم و بعد آن به سر دسترخوان نشسته با دست راست با چنین دعا طعام خوری را آغاز نماییم. اللهم بارک لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، یعنی ای پروردگارا برکت ده در آنچه که به ما رزق داده ای و ما را از عذاب آتش نگه دار. بعد بسم الله گفته به طعام خوری آغاز میکنیم. اگر کسی در آغاز طعام خوری این دعا را فراموش کند، پس وقتی که به خاطرش آمد چنین دعا را بخواند: بسم الله فی اوله و آخره، یعنی به نام خدا در اول آن و آخر آن. این چنین از آداب‌های خوردن این است که انسان آهسته خورد، در وقت خوردن سراسیمه نشود و این چنین از حد بسیار نخورد. بعد از آنی که انسان طعام خوری را انجام می دهد، در آخر چنین دعا را می خواند: الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، یعنی حمد و سپاس خداوند را که به ما نعمت طعام و نوشاکی بخشید و ما را از جمله مسلمانان قرار داد. و بعد از طعام خوردن دستها را شستن نیز از آداب‌های طعام می باشد. دوستان عزیز، این دعاها بودند از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس بیایید پیش از خوردن طعام و بعد از آن به این سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنیم تا از جمله شخصان باشیم که پیروی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نموده باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.